به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام و خسته نباشید هموطنان عزیز. به تاریخ 15 نوامبر سال جاری سفر ترانزیتی یک روزه داشتم به بلگراد، پایتخت کشور سربیا و یا صربستان. در ظرف 10 ساعتی که در این شهر بودم از بعضی مناطق تاریخی آن دیدن کردم و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی عمیقی را نسبت به مسافران این کشور مثل رومانیا، بلغاریا و هنگری مشاهده کردم. صربستان به خصوص شهر بلگراد بسیار زیبا، تاریخی، طبیعی و دیدنی است. خواستم معلومات مختصر در رابطه با تاریخ این کشور را همراه با ویدیوهایی که خودم تهیه کردم خدمت شما ارائه کنم. صربستان یا جمهوری صربستان کشوری محال به خشکه در مرکز جنوب شرق اروپا واقع است که بخش جنوبی جلگه قانونی و جنوبی شبه جزیره بالکان را در بر گرفته است. این کشور از شمال با هنگری، از شرق با رومانیا و بلغارستان، از جنوب با مقدونیای شمالی و مونتنگرو و کوزوو و از غرب با کرواتیا و بوسنیا هم مرز است. بلگراد یا شهر بلگراد پایتخت این کشور است. برای قرنها در مرزهای فرهنگی میان شرق و غرب یک پادشاهی قدرتمند سرب در قرون وسطا که بعدها با نام امپراتوری یاد میشد بیشتری کشورهای بالکان را در تصرف خود داشت. حکومت نوین صربستان در سال 1817 در پی قیام دوم سربها به وجود آمد که به نام جنگ کوزوو مشهور است. مرزهای امروزی این کشور پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت که در آن زمان صربستان یک واحد فدرال درون جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی شد. صربستان در سال 2006 پس از آنکه مونتنگرو از اتحاد صربستان و مونتنگرو جدا شد، دوباره پس از فروپاشی یوگسلاوی در سال 1990 با وضعیت حکومت مستقل و امروزی درآمد. در سال 2008 ولایت خودمختار کوزوو به صورت یک طرفه از صربستان اعلان استقلال کرد. حکومت صربستان استقلال کوزوو را غیر قانونی می‌داند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. اما باقی بسیاری از کشورهای دنیا حکومت کوزوو را رسمیت دادند و استقلال او را قبول کردند. صربستان از تاریخ اول نوامبر 2000 بدین سو عضو سازمان ملل متحد است. مساحت این کشور بدون کوزوو 77474 کیلومتر مربع است. رود مشهور دانوب با طول 2850 کیلومتر در 1/3 شمال این کشور جریان دارد. طول 588 کیلومتری این رودخانه بسیار مشهور و زیبا در کشور صربستان مرز با کرواتیا و بخشی از مرز با رومانیا را تشکیل می‌دهد. از دیگر رودخانه‌های صربستان می‌توان ساوا، تمیش، درینا، بگیج را نام برد. 4 حصه سرزمین صربستان یا 4م حصه سرزمین صربستان که 27% جغرافیای کشور را تشکیل می‌دهد پوشیده از جنگل‌های بسیار زیبا و سرسبز است. اما تاریخ صربستان طور خلاصه صربستان به همراه مقدونیا، مونتنگرو و بوسنی هرزگوین از سال 1389 میلادی زیر تسلط امپراتوری عثمانی بودند و درآمدند در آن سال. و پس از 4 قرن در سال 1912 به دنبال جنگ کوزوو به استقلال دست یافتند. از آن به بعد به عنوان یکی از جمهوریت‌های سه‌گانه همراه با کرواسی و سلوانیا پادشاهی یوگسلاوی را تشکیل دادند. این پادشاهی و این حکومت تا سال 1945 و به قدرت رسیدن مارشال تیتو ادامه داشت که تا سال 1990 تو حکومت‌های کمونیستی در شرق اروپا از هم پاشید. این 3 کشور به عنوان یک کشور یوگسلاوی بزرگ تحت قدرت مارشال تیتو و بازماندگان باقی ماند و در سال 1990 کشورها هم از آن پاشیدند و هر کدامش راه خود گرفتند و کشورهای مستقل شدند.
این بود تاریخی مختصری از صربستان که نخواستم که وقت شما را زیاد بگیرم و این هم شما و تماشای ویدیوها و عکسهایی که از این شهر زیبا و کشور زیبا ما تهیه کرد. تشکر، سلامت باشین. ویدیوهای ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، تا حد توان شیر بکنین که در معرفی فرهنگی کشورها با هم شریک باشیم. سلام علیکم.